صحرای عرفات دیدم عبدالله ابن جندب داره دعا میخونه و مثل باران بهار میباره. نرفتم جلو که حالشو بگیرم، تو حال خودش بود، نرفتم. وقتی دعاش تمام شد رفتم گفتم عبدالله حال خیلی خوبی داشتی. گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم. از مولام امام کاظم شنیدم که فرمود من دعا لاخیه المؤمن به ظهر الغیب. اگر کسی پشت سر برادر مؤمنش براش دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش بهش خطاب میرسه و لکم مئة الف ضعف مثله، 100,000 برابر اونی که برای دیگری خواستی به خودت میدم. 100,000 برابر اونی که برای دیگری خواستی. تو بزرگی، فقط خودتو ندیدی، دیگران رو هم دیدی. من خدا که بزرگترم. اگه تو که مخلوق منی انقدر بزرگی که دیگران رو هم میبینی، من که بزرگترم. هم به دیگران میدم، هم به تو 100,000 برابرشو میدم.